صابری، پدرمون فوت کرده و الان که میخوایم اموال رو تقسیم کنیم یکی از برادرامون میگه که یکی از زمین‌های پدرم به ایشون منتقل شده، ولی خب ما میدونیم که همچین اتفاقی نیفتاده، پدرم همچین کاری نکرده، ولی خب عجیب اینه که سند هم داره. ما الان میتونیم کاری کنیم؟ بله، ببین شما دادخواست تقسیم ترکه رو طرح کنید و اسم این زمین هم جزء ماترک پدرتون بیارید و بلافاصله بعد از اون با توجه به اینکه معتقدید که این سند به نام ایشون از طرف پدرتون منتقل نشده، توی دادگاهی که ملک در اونجا واقع هست دادخواست ابطال سند رسمی رو طرح کنید. چون ممکنه برادر شما یک مبایعه نامه عادی تنظیم کرده و امضای پدرتون در اون جعل شده باشه، بعداً اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کرده و بعد از اینکه حکم غیابی صادر شد و هیچ اعتراضی صورت نگرفت، اینجا توسط تایید نماینده دادستان سند رسمی به نام ایشون صادر شد. بعد از اینکه دادخواست ابطال سند رسمی رو طرح کردید، گواهیش رو به دادگاهی که تقسیم ترکه طرح کردید تحویل بدید. اینطوری تا صدور حکم نهایی دست نگه می‌داره تا تکلیف زمین مشخص بشه.